بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها، خوبت؟ سلامتت؟ خوش آمدید به برنامه قصه های قرآنی. تا پایان همراهی ما باشید چون امروز یک داستان عجایب داریم. قرآنی قرآنی ربیع قلبی قرآنی 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 نور صدری قرآنی 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 جلاء حزنی قرآنی 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 ذهاب همي قرآنی قرآنی قرآنی. سالهای سال قبل در سرزمین پادشاهی ظالم حکومت میکرد به نام دقیانوس. دقیانوس 6 وزیر داشت. آن 6 وزیر انسان‌های دانای بودند و همیشه به دقیانوس میگفتند که به مردم ظلم نکن. اما دقیانوس هر کاری را که خودش دوست می داشت انجام می داد. حتی خودش را خدا می دانست و آن را به همه اعلام می کرد. تا اینکه یک روز سرباز خبر آورد که دشمن به او حمله کردنی است. دقیانوس از شدت ترس پایهایش سست شد و غمگین و ناراحت در جایش نشسته ماند. یکی از وزیران که نامش تلمیخا بود وقتی این صحنه را دید با آوازی بلند گفت: آخر چگونه می شود که تو خدا باشی ولی با یک خبر اینچنین ضعیف و ناتوان گردی؟ دقیانوس بسیار خشمگین شد و گمان کرد که او یکتاپرست باشد، اما در آن لحظه چیزی نگفت. بچه ها، آن روز تلمیخا زودتر از همیشه به خانه‌اش بازگشت. اما پیش از رفتن آن 5 وزیر دیگر را در هنگام شب به خانه‌اش تکلیف کرد و آنها هم پذیرفتند. شب بعد از آن که تلمیخا و دوستانش مقدار خوراک خوردند در کنار هم نشسته صحبت کردند. تلمیخا در آنجا از احساس قلبیش به دوستانش گفت. او گفت: وقتی به این آسمانی با عظمت نگاه میکنم، وقتی به زمین و تمام موجودات آن می‌نگرم، وقتی به این جسم خودم توجه میکنم و میبینم که چگونه آن نوزاد ضعیف و ناتوان اینچنین رشد کرده و دارای قدرت شدم، یقین میابم که تمام این مخلوقات یک آفریدگار قدرتمند دارد و آن خداوند یکتاست. تلمیخا هر آنچه میدانست و یقین داشت به دوستانش گفت. اندک بعد آن 5 وزیر دیگر همصدا با او شده گفتند: ای تلمیخا، سخنهای تو از دل برآمدند و بر دل ما نشستند. آره، ما نیز به خدای یگانه که آفریدگاری همه موجودات است باور داریم. تلمیخا ادامه داد: اکنون دیگر درست نیست که ما زیر فرمان دقیانوس بمانیم. من امشب از این شهر خارج می شوم و برای آنکه دقیانوس و سربازانش نفهمند می خواهم در سکوت شب و پای پیاده روم. آن 5 وزیر دیگر هم گفتند: ما نیز همراه تو می آییم. آنها شب هنگام از شهر خارج شدند. پگاه وقت دقیانوس متوجه غیبت ناگهانی همه وزیران شد، فریاد زده گفت: آنها فرار کردند. از سخنهاشان به یکتاپرستی به مشامم می رسید. آنها را یابید و همه را بکشید تا درس عبرت برای دیگران باشند.
و اینچنین سربازان خانه به خانه، شهر به شهر به دنبال تلمیخا و دوستانش گشتند. در یکی از دهه‌های اطراف شهر، تلمیخا و دوستانش متوجه نزدیک آمدن سربازان شدند. آنها همانطور که به دنبال یک جای امن می گشتند، در راه با چوپان برخورد کردند که همراه سگ خود می رفت. آنها به چوپان گفتند که سربازان دقیانوس از پس آنهاست و چوپان متوجه شد که جانشان در خطر است. برای همین فوراً آنها را به سمت خانه‌اش برد و تلمیخا تمام ماجرا را برای چوپان تعریف کرد. بعد از آن که سربازان از آن دهه دور شدند، تلمیخا و دوستانش خواستند به راه خود ادامه دهند. چوپان هم که خیلی از تلمیخا و دوستانش خوشش آمده بود، از آنها خواست تا او را نیز در مسیرشان همراه خود کنند. آنها هم پذیرفتند و از آن پس تعدادشان 7 نفر شد. سگی چوپان هم به دنبالشان براه افتاد. آنها هرچی تلاش کردند تا سگ را از خودشان دور کنند، سگ از آنها دور نشد. آخی بچه ها، حتما شما هم می‌دانید که سگ یک حیوانی با وفاست. شاید سگی چوپان می‌خواسته است که از آن انسان‌های با ایمان در برابر سربازان دقیانوس حمایت و نگهبانی کند. برای همین تلمیخا و دوستانش و چوپان دیگر کار به سگ نداشتند. آنها رفتند و رفتند و رفتند تا اینکه به کوه رسیدند. در پایین کوه چشمه بود و اطراف آن چند درختی میوه‌دار. آنها در آنجا ایستادند و از آب چشمه نوشیدند و با آن سر و صورت خود را شستند و بعد کمی از میوه درختان خوردند. سپس از کوه بالا رفتند و وارد غار شدند. در آنجا به عبادت خداوند پرداختند. بعد از آن خواستند کمی استراحت کنند. سگی چوپان هم پیش درآمدگاه غار دراز کشید تا نگهبانی کند. کمی بعد آن 7 نفر خوابشان برد. مدت بعد تلمیخا بیدار شد و بعد از او چوپان و دیگر دوستان هم بیدار شدند. یکی از آنها گفت: من در کیسه ام یک تنگه دارم. چطور است به بهانه خرید نان یکی از ما به شهر رود و خبر بیاورد؟ همه با این نظر موافقت کردند. تلمیخا سکه را برداشت و براه افتاد. همین که از غار خارج شد، متوجه شد که اثر از چشمه آب و درختانی میوه‌دار نیست. تعجب کرد اما براهش ادامه داد. به نانواخانه که رسید یک نان گرفت و در عوض آن سکه را به مرد نانوا داد. مرد نانوا خندیده گفت: ای مرد، گنج یافتی چی؟ چون تلمیخا رویش را پوشانده بود، شاگرد نانوا آهسته گفت: شاید آن سکه قدیمانه را دزدیده باشد که اینقدر رویش را محکم کرده است. از این سخن مرد نانوا هم شک به دزد بودن او برد. پس دست تلمیخا را محکم گرفت و سربازان را فریاد زد. سربازان آن دو را نزد حاکم شهر بردند. حاکم پرسید: چی شده است؟ مرد نانوا گفت: این مرد دزد است و یک سکه قدیمانه را دزدیده است. من خودم آن را گرفتم از دستش. سپس حاکم گفت: نام تو چیست؟ او گفت: تلمیخا. حاکم گفت: نام تو از نامهای قدیمانه است. در این شهر خانه داری؟ او گفت: بله البته. سپس آنها به سمت خانه تلمیخا براه افتادند. تلمیخا از اینکه میدید چقدر کوچه و خانه ها تغییر کرده است بسیار تعجب کرد، اما سرانجام خانه‌اش را یافت. در زد. پیرمرد در را باز کرد. حاکم گفت: اینجا خانه تلمیخاست؟ پیرمرد گفت:
بله، تلمیخا یکی از بابایانی من است که سالها پیش در اینجا میزیسته است. اکنون من در اینجا ساکن هستم. تلمیخا پس از شنیدن این حرف گفت: چی؟ مگر ما در چی ساله هستیم؟ حاکم گفت: در سال 509. تلمیخا با تعجب گفت: آخر چگونه می شود که ما به یک باره به 300 سال بعد آمده ایم؟ قبل از آن که من و دوستانم به خواب رویم در سال 200 زندگی می کردیم. چگونه است که اکنون ما در سال 509 هستیم؟ یعنی ما 309 سال به خواب رفته بودیم؟ من گمان می کردم که یک روز یا نصف روز را در خواب بوده ایم. پیرمردی که در را گشاده بود گریه کنان تلمیخا را در آغوش کشیده گفت: گمانم شما همان 7 یار معروف هستید که سالها پیش در زمان دقیانوس ناپدید شدید. بله، اسمهای شما در یک کتاب در کتابخانه همین خانه ثبت شده است. تلمیخا گفت: آره، ما 7 نفر بودیم که از ستم دقیانوس به غار در کوه آنجلوس گریختیم. حاکم هم که انسان خداپرست بود و از این ماجرا خبر داشت، با شنیدن این سخنان به گریه افتاد و تلمیخا را در آغوش کشید و از او خواست تا آنها را نزد دوستانش ببرد. تلمیخا گفت: قبول، شما را نزد ایشان میبرم، اما بگذارید من زودتر روم تا آنها را هم از واقعه آگاه کنم. حاکم پذیرفت. تلمیخا پیش به غار بازگشت و از پسی او حاکم و دیگران هم به سمت کوه رفتند. دوستان تلمیخا از دیدن او شادمان شدند، اما وقت ماجرا را فهمیدند به فکر فرو رفتند. آنها از این اتفاق بار دیگر پی به قدرت پروردگار بردند و چون بیشتر از قبل خدا را دوست می داشتند، همگی تصمیم گرفتند تا از خدا بخواهند آنها را نزد خود برد و بمیراند. خداوند هم دعای آنها را مستجاب کرد. حاکم و دیگر آدم‌های مؤمن هم از این اتفاق فهمیدند که خداوند چگونه می تواند مردگان را زنده کند و زندگان را بمیراند. پس ایمانشان را محکمتر کردند و به احترام یاران غار در کنار آن کوه مسجد ساختند و در آنجا به عبادت پروردگار پرداختند. دوست و یکانی من، داستان را شنیدید؟ براستی که خداوند خیلی قدرتمند است و اوست که مؤمنان را عزیز و محترم می گرداند. تا برنامه و داستان دیگر، در پناه خدا سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار. قرآنی قرآنی ربیع قلبی قرآنی 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 نور صدری قرآنی قرآني قرآني جلاء حزني قرآني 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 ذهاب همي قرآني 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 آيات منزلات موعظة وبركات آيات منزلات موعظة وبركات منهجي هو في الحياة قرآني منهجي هو